یعنی بخیر آمدیم در قصر یا عمو به اصطلاح افغانستان بالا حصارش، عمو حصار و قصری. سلام علیکم. نه افغانستان. قصر امیرعالم خان است که جا آمدیم. واقعا از بیرون منظره از این بسیار جالب است و اینجا این اکای بیروز ما را هم اکای نوروز هم ما را فیلم برداری میکنه و هم معرفی میکنه اینجا را. امیرعالم خان در 1920 از قدرت توسط فیض الله خواجه برانداخته شد به کمک شوروی همون زمان، به کمک لنین دیگه که اونجا قبلا در فیلم دیگه آثارش دیدیم. یعنی اینجا حالا میتونم به اکای نوروز که مرا فیلم برداری بکنه و این قلعه واقعا دیده نیست. اتحاد جماهیر شوروی هرچی بود یک جریان تمدنی علمی بود با اساس مکتب فکری سوسیالیسم یا کمونیسم. آثار تاریخی را از میان نمیبرد. من در آسیای میانه هیچ آثار تاریخی را ندیدم که اتحاد جماهیر شوروی او را از بین برده باشه. فقط اتحاد جماهیر شوروی اشخاص سر میزد ولی آثارشان را سر نمیزد. این بسیار خوب بود برخلاف حاکمان امروز افغانستان. خوبیم سلامت. چرخ می‌دارید نه موالی همه خیلی می‌گردیم بعد بدتر. خیلی جاها هست خیلی. ها می‌بینیم بعد می‌گردیم. نه دیگه اینجا را ما فیلم برداری میکنیم. این فیلم تاریخی است. این سفرها بسیار کم میسر میشه به انسان. ما آمدیم ولی متاسفانه که من یک روز در بخارا می باشم. شما هر کرانتان که توانش دارین امکاناتش دارین به بخارا سفر کنین و بیاین. ما از بدخشان افغانستان. از بدخشان آمدم. از بدخشان آمدیم ما. این اکیچی فیلم برداشتم. ما میریم به خط اکی. اسبی مایده دیدی؟ این پونی اینه در پونی هالند بیاده ایگیش هم مایده پونی که؟ اسبش هم پونی که ایگیش هم پونی مالدیست. در هالند سازگار از این در بخارا را مزید بوده. اینجا بخارا زیاد است از این ها؟ نه ما با نه نیست نیست. آقا این پولیس کمونی هست خیلی زیبا. به تو یک برم میره زندان هست زندانشو میدم. ما همه جا را میریم. خیلی زیبا جا هست. چی هوا؟ این بالا هاوس. ها؟ آنها بالا هاوس. بالا هاوس. مسجد بالا هاوس. مسجد بالا هاوس دقیقاً. این به نام قصر امیرعالم خان یاد میشه؟ همته. داخلش رفتن میمونه نه؟ میمونه. اشترای دیدید؟ این اشترای بوخانه که در پامیر بدخشان بسیار مشهور است و اشترای بسیار قیمتی است. یعنی در بخارا هم اشترای بخارایی را میره میگن. اشترای بخارایی و اشترای السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. این شطور را تا معرفی کنید. شطور چی نام داره؟ شطور میشه نامش. نیشه؟ میشه. دو کوهانه ها؟ دو کوهانه. میشه. چند ساله اشتوره؟ 3 ساله. 3 ساله. سورمشی؟ نه سواره چرخ میزنیم فوتو ویدیو. ما خیلی میبینیم وقت محکم است. میریم داخل. نور توی این. 3 ساله. این زیاد دارین از یا کم های؟ کم این نور توی این. نور. پیغمبرمو سرشتگی. شطور بچه‌مون در مالندی. دوره. بینی استالیج بسیار. آلتی دیاموشی. این جوگوی بخارا. اون جوگی در بخارا؟ بسیار.
اینجا هم تو نمیمونه اینجا. اینه دیگه اینجا دروازه قصر امیرعالم خان است. ما سرنوشت و بهتر از همه که میدانید در تاریخ اینجا آمدن و حکومت کردن باز رفتن. اگر میخواین که مکمل سرنوشت امیرعالم خان شما بفهمین و تاریخ نوشته مرحوم جمشید خان شعله که با نام تاریخ بخارا در زندان پل چرخی و کتاب نوشته کردم و کتاب خواندیم. اگر پیدا کنین تاریخ بخارا مفصل در اونجا همه جنگ‌هایی که در بخارا شده، همه حوادثی که در اینجا صورت گرفته، امیرعالم خان یا ابراهیم بیگ خان لقی و جنگ‌هایی که در آسیای میانه کردن با ضد تزار و بالاخره در زمان بلشویک شکست خوردن و به افغانستان رفتن، در کتاب تاریخ بخارا نوشته جمشید خان شعله مرحوم بسیار یک ادیب بزرگ، یک شاعر، میتونم گفته که یکی از بزرگترین شخصیت‌های ادبی و علمی سمت شمال است که پسرشان هم استاد جمراد خان شعله، جمراد جمشید و انجینر جواد شعله اینا پسراش هستند. این در اینجا در دروازه قصر امیرعالم خان هستیم. اکی نوروز قدیم و همکاری میکنه، بسیار انسان شریف است و ما همقدر خوششانس بدم هر شهر میرم یک دوست اندوالی پیدا میکنم که عمری دیگه او را فراموش نمیکنم. این کمالاتی ما هست و در گفتن دوست در امو ارتباط برقرار کردن بسیار موفق هستم. این یکی به روز نوروز هم همراه من امروز با همکاری چی برآمده. چک نشان تید. چک باید نبودم. این اینجا هم چک تیم رو باید نبودم. این رفتار. نمیشه اکی نوروز که برای من بلیت تبدیل کنیم یک روز دیگه هم بیستیم. عوض میشه؟ همین خیلی میکنیم. این بخارا بسا خود یک روز دیگه هم نیستیم. یا ما این رو خلاصی میگون میرم. اینجا دیده اینجا بید. این رو هم ببین در همه زمان تمدن همو اتاق کلالی یا جایی که لهای تاریخی را با همون قسمش حفظ کردن. ماشاءالله ماشاءالله صدها سال یا شاید تقریبا به 1000 سال عمر تمدن بخارا است. این جهان انشاءالله دوباره زنده می شود. رفتی سویدو ها؟ این آثار بسیار میز ما پولش هم میداشتیم که این آثار 100 دانش هم میخریم در آینده در موزیوم های افغانستان میبریم. یعنی واقعا دیدنی است و ما این همی طبیعتی از دیگه دوستان مرا خورده نگیرین. من هم قسم آدم از طبیعت خوشم میآید، گردشگری خوشم میآید، از وقت خود استفاده میکنم. ما هم یک ماه پیش از رمضان بیکار بودم و این زمستان بود، ما نخواستم در خانه استراحت کنم. یعنی آمدم اینجا تمام آثار تاریخی را میبینم و یک لذت خاصی در زندگی دارد. انسان عملا اگرچند برگشت به زمان از نگاه علمی ممکن نیست، اما انسان وقتی که دنیای آثار تاریخی را میبینی و مظاهر تاریخی را که وقتی که میبینی تو با زمان برمیگردی، یعنی عملا با زمان برمیگردی و زمان رو میبینی. این میفروتگیز نیست آدم. یعنی با حاج خانممان و با دخترم کوثر جان زیاد. این چند سومه یکه جان؟ این 250,000 ها؟ 250,000 250,000 نقره هم نیست. 250,000 سوم. سوم فهمیدم نه که کمتر نمیشه ها؟ خیلی مال 200 کنه ما اینا میایم برمیگردیم بخریم. اینا چند سومیه؟ 500,000 500,000 سوم. این ایراسی حقیقت است. حقیقت تازه ها؟ این وای مونده که آی توش میگم. این چند سومه؟ 500,000
این لاجوردی برای لاجوردی برای این لاجورده در جای ماست. خیلی میایم یک تاشو میخرم. یعنی چند سومه؟ 300 تا. 300. خیلی میایم یا نمی نمیخرم. مایلی؟ ای مایلی. این نمیره بعد میام. ویدیو کردیم بعد میکردم. با سودا میکن کم میکنی. İsim nere? İsim. Kine üstte karınca Arkeoloji. Parki. Park. اینجا شو زبان روسی. اینجا را. اینجا بالا. بالا میره. همانجا امیرالم خان گشتگی همونجا با. امیرالم خان واقعا دیگه یک شاهنشاه بوده. در اون زمان چند سال امیرالم خان حکومت کرد؟ بعد پدر 10 سال میشه. یا نه یا 10 یا نه یا 10. اول اینجا داره اینجا. ایسی میبریم. ایسی نمیریم ها؟ نه ایسی هم بریم. فرقش نیست. از اینجا بدراییم. اینجا را ببینیم. این قصر را ببینیم. بالای سار را ببین. بالای سارای ما در اثر جنگ‌ها هم از میان رفت. ولی بالای سارای بخارا را ببین. با همون عظمت شکوش اتحاد جماهیر شوروی این نگاه کرده. اینمی آدم خوبی‌های هر جریان را بگوه که اتحاد جماهیر شوروی هیچی نداشت ولی همین آثار از میان نبرده و این نشانه از یک تمدن بزرگ اسلامی در آسیا است که مدرسه بخارا و بعد از فتوحات امیر تیمور این مناطق واقعا دیده نیست. یک قد کنی بگیریم بعد دراز میشه.